چند روز بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن عملیات اسرائیل در غزه را عملکردی بیش از حد نامید، نخست وزیر اسرائیل در تلویزیون ABC دیگر باره از حمله حماس یادآور شد که 1200 نفر را کشت و 240 کس را گروگان گرفت. با ما حمله کردند به هیچ سبب. حمله وحشیانه 7 اکتبر بدترین حمله به مردم یهودی پس از هولوکاست بود. ما از پی محو تروریستان شدیم و کوشیدیم تلفات غیر نظامیان کم باشد. تروریستانی که بین مردم رفته از آنها به حیث سپری انسانی استفاده می کنند. تلفات غیر نظامیان به گفته وزارت تندرستی حماس از 28,000 نفر هم گذشت. نتانیاهو این آمار را رد کرد و افزود که آنها نقشه آسیب نرساندن به مردم غیر نظامی را عملی می کنند و ارتش اسرائیل از قصد عملیات زمینی در شهر رفح دست نکشیده است. در این شهر در مرز مصر بیشتر از 1,400,000 فلسطینی و اکثرا بیجا شدگان زندگی می کنند. بریتانیا، مصر و عربستان سعودی اظهار نگرانی کردند. آنهایی که میگویند تحت هیچ شرایطی نباید وارد رفح شویم، میگویند جنگ را بازید. حماس را آنجا نگه دارید. در رفح عائله‌های زیادی در خیمه زندگی میکنند، جای برای رفتن هم ندارند. اگر گویند کوچ بندید من نمیروم. در یک طرف من مرز مصر است، طرف دیگر رفح. من جنبیدن نمیتوانم. این زمان در تل آویو تظاهرگران میخواهند گروگانان از دست حماس آزاد کرده شوند. روز شنبه شاهراهی ایالان را بستند. ما آمدیم بگوییم که از این همه بیزار شدیم. ما میدانیم که تمام مردم با ماست، ولی احساس میکنیم حکومت با ما نیست. وقت میگذرد. از نتانیاهو پرسیدند که آیا همه 132 گروگان زنده هستند؟ با فکر من ما به قدر کافی تلاش داریم. ما سخت میکوشیم آنهایی را که زنده هستند برگردانیم و صمیمانه میگویم جسدهای مرده ها را هم. بنیامین نتانیاهو ادعا کرد که فشار به حماس یک عامل اصلی رهایی 110 گروگان بود و افزود پیروزی در دسترس است.